السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، در آغاز برنامه از خداوند عزوجل برای هر یکی شما با دعا تمامی خوشی ها و سعادتمندی ها و آسودگی های زندگی و دنیا و آخرت را تمنا میکنم پروردگار همیشه زیر سایه رحمتش قرار بدهد، همیشه در کارهای خیر و کارهای نیک موفق و کامیاب کند. موضوع امروزه ما درباره مسئولیت جوانان، یعنی انسان جوان چی مسئولیت دارد، باید چگونه زندگی کند و انسان هر جوانی چی پسر چی دختر باید چی برنامه هایی داشته باشد. حالا گفتم چی برنامه هایی که داشته باشد. حالا میبینیم اکثریتی همونایی که ناکام میشوند، معتاد میشوند متاسفانه و معتاد به نمودهای گوناگونی یا نوشیدنی یا کشیدنی یا خوردنی معتاد میشوند از سبب اون که در زندگی هدف مقصد ندارن، همت بلند ندارن. باید هر جوانی در زندگی و خصوصا باید پدر و مادر اون جوان از خردسالی در ذهن اونها برنامه رو، هدفی رو، مقصدهای عالی رو جای کند که بچه‌ام خودت در آینده باید عالم باشی، دانشمند باشی، نابغه باشی، باید پهلوان باشی، باید ماهر باشی، باید قهرمان باشی، باید دیگر باشی. در ذهن کودک باید جای کند. پس اون کودک از کودکی، این انسان از کودکی باید در ذهن و روح و روان و فکر اندیشش همیشه یک قهرمان بودن، غالب بودن، عالم بودن، حافظ قرآن بودن، یک دانشمند بودن، نابغه بودن رو آرزو کند و برای به این آرزو رسیدن سعی و تلاش کند. اگر چنین شد، وقتی که هدف عالی دارد، مقصد عالی دارد، قله‌های بلند در روح و روان و آرزو دارد و برای به این قله‌های بلند رسیدن تلاش کند، هیچ وقت اون جوان نه ناکام می شود، نه معتاد می شود، نه بدبخت می شود، نه یعنی چیز تنبل و غافل می شود. حالا خداوند عزوجل پروردگار در قرآن میگوید که چیز استعذ بالله کل نفس بما کسبت رهینه، یعنی چیز مسئولیت شخصی هر انسانی. حالا گفتم که باید در فکر فرزند چی پسر چی دختر از خردسالی باید در ذهنشون هدفهای عالی، مقصدهای عالی را جای کند. پدر و مادر را بگید بچه‌م تو در آینده فرض کردیم یک مادری پاکدامنی با عفتی که چند فرزند تربیه میکنی، خانه آباد داری و فرزندانت مثل مغزینان بالای چشم دیده میبردارندت و برای این مقصد عالی باید تلاش داشته باشی، علم بیاموزی، داشته باشی، ادب داشته باشی، حیا داشته باشی. بهترین خصلت برای جوان دختر این حیا است. محبوب ترین زن برای شوهر این زنی با حیا است. هر چقدر زن حیا داشته باشد همون قدر محبوب می شود. هر چقدر بدگو و
دشنامچی و بی روی و بی حیا شد، همون قدر منفور. یعنی اگر زیباترین زنی روی دنیا باشد، یک حیا باشد، منفورترین انسانی روی زمین است. نفرت دارد، شوهرش هم نفرت دارد، اهل خانواده شوهرش هم نفرت دارند، همه نسبتش نفرت دارند. پس تجربه حیات، زندگی اثبات کردگی است که محبوب ترین زن، حالا چی دختر باشد در خانه پدر مادرش، برای اکا و دادرش، اپا و خواهرش، چی در خانه شوهر گسیل کرده شود و برای شوهرش و برای اهل خانواده شوهرش، محبوب ترین زن و حیاترین زن است. حتی حیا برای مرد هم یک خصلت نیک است. مرد هم باید حیا داشته باشد از هر گونه فحش و فسق و فجور و بی‌حیایی و دشنام و حقارت و بدگویی و بی‌حیایی باید حذر کند. یعنی اینجا نقطه به یادم آمد بگذار بگویم، دانشمندان اسلام میگویند که هر چی که میگویید همین سخن شما برای شما نیک باشد، فرزند نیک، فرزند صالح که بالای چشم دیده میبردارد، اگر بد باشد فرزندانی بد است که از گلویت میگیرندد و در گلویت پایشان رو میگذارند. برای همین باید که جوانی مسلمان همیشه با اندیشه باشد. ببینید یعنی کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی هر کاری که انجام داد پس یعنی مسئول اون عملها و سخنهای انجام داده است، مسئول است. این کارهای انجام داده است، سخنهای گفته است، هرگز از او چی نمی رود، دور نمی رود، همیشه با اون هست. یک واقعیت بگویم، انسان ها چقدر عمر می بینند؟ یعنی عادتا انسان ها اکثریت چقدر عمر می بینند؟ 60-70 هم خیلی است. اقلیت تا 100 انگشت شمار دانه دانه توقه هر جای می بینید که از 100 یک نفر 2 نفر توقه یعنی از 100 گذشته است. بعد گیجا به زیر خاک، ولی زیر خاک اونایی که رفتند چقدر است که این زیر خاک در انتظاری قیامت هستند و اونجا چی حال دارند؟ 100 سال، 500 سال، 5000 سال، 8000 سال، 10,000 سال زیر خاک است. در این زیر خاک چی دارد این 10,000 سال و 8,000 سال؟ 60-70 سال عمر دید، 8,000 سال است که زیر خاک خوب است. در اون قبر چی دارد؟ باید جوان فکر کند که هر چی که میگویم، هر چی که عملی انجام میدهم، هر سخنی، هر قدمی، هر عملی مسئولیت دارد، جوابگری دارد، کامیاب کنی دارد، ناکام کنی دارد. برای همین حالا اینجا چیز مسئولیت شخصی، قرآن میگه که مسئولیت حس کنید، اندیشه کنید. چرا هیچ قدم و هیچ سخن و هیچ عمل شما به چی نیست؟ به نتیجه و به اجر و پاداش و به عقاب و عذاب نیست. هر چیزی نتیجه دارد، هر صدای پیامد دارد که اون بر میگردد. نیک بود نیک بر میگردد، بد بود بد بر میگردد. برای همین هم پروردگار میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالا پروردگار کدام بنده اش رو کامیاب و موفق و به سعادت و کامیابی میرساند؟ در اینجا اشکار میگوید که پروردگار هیچ بنده ایش رو به سعادت نمیرساند مگر اون بنده خود تلاش کند، مهنت کند، زحمت بکشد، کار کند.
کار کند، مهنت کند، زحمت بکشد، آینده اش را بسازد. حکیم میگوید طوبى لمن جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوشا به حال جوانی که نیروی جوانی رو، قوه جوانی رو با تجربه و حکمت پیری یکجا کند. یعنی چی؟ حالا هر جوانی یعنی میگوید که همت در قوه و همت و غیرت و نیروی جوانی رو با تجربه سالخورده یکجا کند. این سالخورده رو بپرسید که چیکار کردید و کدام کارتون برای شما خیر و برکت آورد یا اینکه نحس و کسرتی و کفتی آورد. از هر انسانی پند عبرت و درس گرفتن ممکن است. از هر انسانی. سالخورده کامیاب رو ببین، برو خطیش صحبت کن، بشین بگو بابا یا مادر زندگیت چگونه بود؟ چیکار کردی؟ چرا ناکام شدی؟ چرا کامیاب شدی؟ پند، اندرز، درس، سبق، نصیحت برایم، از اون یک درس برای خودت خلاصه و تا اینکه در زندگی ناکام نشوی، تا اینکه در زندگی کامیاب شوی. کامیابی رو، ناکامی رو هستن در زندگی. ما داریم انسان‌های کامیاب، داریم انسان‌های ناکام، داریم انسان‌ها پدر و مادرایی هستن که بالای چشم دیده فرزندان هستن و پدر و مادری هستن که زیر پای فرزندان خار و ذلیل هستن. ما انسان‌هایی داریم عالم و دانشمند و با حکمت و با عقل و فراست زندگی کردن، بس و با عزت و با برکت زندگی دارن. از اون میپرسیم، از اون درس عبرت میگیریم، سبق میگیریم. و اونهایی که نخوندن، نه آموختند، بیسواد هستند، جاهل هستند، از اونها درس میگیریم. برای همین میگه خوشا به حالی جوانی که نیرومندی جوانی و تجربه و حکمت پیری رو یکجا کند، بس انسانی کامیاب و موفق میشه. و در اینجا پروردگار میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کسی رو به سعادت نمیرساند مگر اون انسان کوشش کند، مگر اون انسان تلاش کند، مگر اون انسان مهنت کند، مگر اون انسان زحمت بکشد. پس در نتیجه پروردگار به سعادت میرساند. حالا میشه گاه میبینیم که انسانی هستن که از 24 ساعت قریب 20 ساعت، 18 ساعت، 16 ساعت مهنت میکنن، تلاش میکنن، هیچ نیست که چیز موفق شوند. برای همین هم دانشمندان اسلام میگویند که شما باید سن سال جوانی رو با علم آموزی پس سر کنید، چون که علم نور است. جوانی رو با کارهای تباه بیهوده یعنی قبیح هم شود لقلقی بیهوده، یعنی نگذرونید، روز رو بیهوده نگذرونید. حالا در محل ها میبینیم که گروهی از جوان رو میشینن، یعنی 100 نفر رو یعنی بحث بررسی و غیبت و سخنچینی و بدگویی میکنن. بعد چی؟ هیچ. در نتیجه ناکامی و بدبختی. الو. والله بای. سلام علیکم. کجای چپسوی؟ علیکم السلام. مرحبا. شما یکی شاید کرام دنبال گوش کردید. لبنج. چه برای سوال برای سوال؟ شما مستقیم سوال کنید، من خودم گوش کرده ایستادم شما رو. برنامه مستقیم است. مرحمت. سوال باشد اگر مرحمت. همین مثلا همین چون شراب فروختن، اسپریت فروختن یا تعاملی درست نیست، حرام است. انا کسانی که انا غذای ناسالم بفروشن، یعنی پروداکت
همین هم درست هست و نیست؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت. دیگه سوال نیست؟ نه سلامت الله. موفق باشید، خدا خیر پاداشید. خب هر چیزی که برای انسانیت مضر باشد، چی به جسم انسان، چی به روح و روان انسان، چی به سلامتی انسان، چی به معنویات انسان، هر چی که مضر باشد، چی غذا باشد، چی نوشیدنی باشد، چی کشیدنی باشد، خدا نشان ندهد. الحمدلله من ندیدم، لیکن میگوین که بعضی تبلیغ‌های نمیدونم کریستال میگوین چی بلای نو برآمدگی است که جوانان رو تماما بیخود میکند. نه آداب، نه اخلاق، نه انسانیت، نه شرافت، نه کرامت انسانیش نمیماند. این گونه انسان هایی که چنین حرام ها رو میفروشند، چی نوشیدنی باشد، چی کشیدنی، حتی سیگار، همین سیگاری که حالا میارن میفروشند، فایده به دست میارن، شوشو روده و معده و همه داخل عضوهای داخلی رو میسوزاند، آسیب پذیر میکند. این حرام است و درآمدش حرام است و این فروشنده رو بدبخت ناکام میکند. یا که هر غذای ناسالم که برای کودکان میارن، یعنی نمیدونم که هر چیزایی که ولی دیگر یعنی کودک رو بیمار میکند، حرام است. سودا کنندش، فروشنده ها باید که از خدا بترسن، باید دور اندیشه کنند. فکر میکنن که خب دیگه بچه های بیگانه است، فرزندان خودم نمیدیم و بیگانه ها فرد قبل از اون فرزند بیگانه که غذای ناسالمی از این دکان خریدگی رو بیمار شود، فرزندی همون خودش بیمار میشود. قبل از اون که اون فرزند بیگانه ضرر ببیند، فرزند خودش ضرر میبیند. این دنیا بی صاحب نیست. پروردگار میگه استعیذ بالله و الیس للانسان الا ما سعى و الیس للانسان الا ما سعى. انسان هر کوششی رو کند برایش همون میآید. کوششی نیکی کند براش نیکی میاد، کوششی بدی کند براش بدی میآید. انسان رو هیچ چیزی نیست مگر همونی که تلاش میکند، مهنت میکند، زحمت میکشد. بدی میکند یا نیکی میکند، نیکی کند نیکی میآید، بدی کند بدی میآید. حالا بعضی رو بگید که چرا برادر این چیزای مضر رو میفروشید؟ درآمد میارد. او درآمد زهر بدنت میشد، زهر تنت میشد، زهر خانواده‌ات میشود. چنین نیست که هر چی که خواستم بکنم بعد کامیاب شوم، نیست این دنیا. و پروردگار میگوید کل نفس بما کسبت رهینه. هر چی که انجام دادی وابسته ان همویی، به همون وابسته میشوی. برای همین فروشنده های عزیز باید که انصاف کنند، از خدا بترسند، غذاهای ناسالم نفروشند. حتی غذایی که مهلتشون گذشتگی هست باید نفروشند. حرام به دست نیارند. این حرام پیش از اون که مردم ضرر ببیند، خودش ضرر میبیند. همون فروشنده‌ای که حرام میفروشد، از خدا بترسید. میبینید پول و مال زیادی جمع کردگی است، در خانهش نه برکت است، نه زندگی هست، نه آسودگی هست، نه خوشحالی هست، نه خرسندی هست. سر تا سر همه خیانت، سر تا سر همه یعنی آفت و مصیبت ها بالای مصیبت ها. همیشه سرچون، سرگردان، همیشه حریص، نمیدونه چیکار کند. برای همین حتی چیزی که مهلتش گذشتگی است یا هر نوشیدنی و کشیدنی و خوردنی که مضر است بفروشد، مضر باشد بفروشد، این حرام است، درآمد اون حرام است. و این با حرام گفتن این به پایان نمیرسد. کار و گپ با حرام گفتن میدونید چی معنی دارد این گپ و کار؟ به حرام گفتن یعنی حرام بدن، یعنی ناکام شدن دنیا و آخرت. در دنیا و در آخرت بدبخت شدن است. برای همین باید که همه حذر کند. حالا مسئولیت جوان، باید که جوان عمل کند، مهنت کند، زحمت بکشد.
در نتیجه کامیاب میشد. حالا گفتم که طوبی لمن جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوشا به حال جوانی که نیرومندی جوانی رو و حکمت و تجربه پیری رو یک جا جمع میکند و آینده خود رو میسازد. من دانشگاه درس میدیم، همیشه تاکید به شاگردان میکنم که شاگردای عزیز، همین 4-5 سالی که شما اینجا میخونید به هر کار بیهوده، فسق و فجور، عاشقی یعنی شیطانگری است. همین عاشقی هست در اسلام، با همسری نکاحی حلالی خودت، با شوهری نکاحی حلالی خودت، با 10 کس 100 کس 10 کس میگه مردم سوختم دیگه بیت خوب نمیبره و دیگر رو حرام کرد، با او را فراموش میکند. با یک تای دیگه که مردم سوختم دیگر خوبم نمیبرد، با او را حرام میکند. همین است کارش. بعد چی؟ بعد یک تای میآید همسرش میآید یک تایی که 10 کس حرامش کردگی هست، بعد یک عمر سگ و پشیک، به جایی که زندگیش در اساس مهر محبت و رحم و شفقت نسبت زن شوهر، این و قرآن میگوید که باید که زندگی زن و شوهری مسلمان باید در اساس مهر محبت و رحم و شفقت باشد. بعد مثل سگ و پشیک خر و در یک دیگه شد آخر عمر ناکام. به خاطر چی؟ به خاطر که پیش از اون که یک زندگی حلال پاکی با برکت آغاز کند، زندگیش رو حرام و زندگیش رو نحس، کسرت و کثافت میکند، بدبخت میکند خود رو. بعد زندگیش رو آغاز میکند و اون زندگی بعد با برکت میشود. هیچ وقت. حالا بعضی از شاگردایی که تقریبا 15 سال 20 سال پیش هنگامی درس تاکید میکردیم که شاگرد احتیاط باش، به حرام و حرج نرو. میخواهی یک همسری با پاکدامنی، با عفتی، زندگی با برکت، فرزندانی نیک، گاهی بعضی از اونها میگن میگن خدا اجر پاداشی زیادتون بدهد، نصیحت های شما بود که ما همین نرفتیم، الحمدلله همین کار نکردیم، حالا همسر فرزندو بس خونه با برکت دارم، الحمدلله. اونایی که کردن پشیمون نمیدونن چیکار کنن. برای همین هیچ کاری نیست در زندگی که پیامد نداشته باشد، فردا نداشته باشد. هر کاری که امروز داریم این نتیجه دین است، هر کاری که فردا میآید نتیجه امروز است. این حیات 3 روز است، گذشته، حاضره و آینده. و برای آینده باید که انسان هیچ کس به کمبودی نیست، هیچ کس ملائکه نیست. توبه و تضرع و مهنت و زحمت و توکل به پروردگار، مهنت و زحمت. توکل به پروردگار و مهنت و زحمت. در این صورت پروردگار حتمی کامیاب میکند. خداوند عزوجل میگه استعین بالله و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظیم. حالا ببینید پروردگار آشکار و روشن میگه ای و قل اعملوا، بگوی محمد صلی الله علیه و سلم بندگان من و امتانت عمل کنند، مهنت کنند، زحمت بکشند، کار کنند. تو نیم روز خوب میرود، بعد میگه من دیپلم دارم جای کار ندارم. در همون طالب علمیشم تو نیم روز خوب میرفت، میامد چشم سرخ کلا کدو دم کردگی هیچ چیز قبول نمیکرد. حال همین است، تو آخری عمر کلاویده میرود از زمین دنیا. یک سخنی عجیبه از یک استاد شنیدم، میگه به شاگردانش یا به فرزندانش میگه بچه او کاری نکنی بمری، نمبری، احتیاط کن که نمبری. فرزندان میگه پدر میشود نمیریم، همه میمیرد، همه میرود، هیچ کس نمونده است که ما نمونیم، همه میمیرد، همه مردند رفتند، ما هم میمیریم میرویم، آمدند رفتند و آمدیم و میرویم و میآیند و میروند، همین است این دنیا، چگونه نمیریم؟ یا بچه از کودکی از جوانی علم بآموز، فرزند تربیه کن تا اینکه نمیرید.
نامتون بماند. نمردن همین، هممون میمیریم، همه میمیرد، لیکن زنده بگور زندگی نکنیم، زنده بگور زندگی نکنیم. در زندگی منفعتمون برسد به دیگران. جوانای عزیز، در زندگی مهنت و زحمت و تلاش کنیم. خصوصا حالا من به همه اون آسیب دیدگان مستقیما در این برنامه پخش مستقیم به همه ضرر دیدگان شهر کلوب تسلیت میگویم و صبر توصیه میکنم و مهنت و زحمت و خصوصا جوانانی که زرگ جوی که نباشن، 4 5 نفر 10 نفر پیش سبیل الله فی سبیل الله در راه خدا میبرامدن، میرفتن هر جایی که آفت طبیعی است در اونجا میرفتن، حتی از جیب خود، از جیب خود با خورد و خوراک خود سبیل الله در راه خدا میرفتن اونجا، در اون آفتهای طبیعی کار میکردن، بر جامانده ها ضرر دیدگان این همه کمک میکردن، خانه ها برپا میکردن. ما ببینید پروردگار در سوره کهف یکی از بهترین انسان های همون عصر زمان خودش حضرت موسی علیه السلام و خضر علیه السلام رو امر میکند که برون یک چهاردیواری ویران شده رو چکار کنند، برپا کنند، بسازند، از نو سازی کنند. ببینید ولی بعضی خانه‌ای که لای و دیگر یا که بعضیش مصیبت و بعضیش وزنینی و برای برطرف کردن این آفت‌ها، این دشواری ها و مشکلی های اون محله برای 3 روز 4 روز 1 هفته اگر فرصت دارید، اون مسئولیت وزنین ندارید، 4 روز 5 روز 1 هفته کار کنید، 70 سال آینده اتون با برکت می شود. 7 روز بروید سبیل الله فقط به خاطر خدا. این آفت طبیعی که در شهر کلوب شدگی هست، بروید اونجا کار کنید از حساب خود سبیل الله در راه خدا. 70 سال آینده اتون با برکت می شود. این دنیا به حساب و به کتاب نیست، به صاحب نیست. برای همین حالا من گفتم که چند هزار سال است که اون زیر خاک خواب هستم، چی دارم؟ اون سخنی نیکی گفتگیش، عملی نیکی کردگیش، اون قبرش رو باغچه از باغچه های جنت کردگی است. اگر 100,000 سال بگذرد در نظرشون 1 میجه زدن بر این میگذرد. بعضی ها حیران نشن که چه خیلی 1 میجه زدن میگذشته است، چند هزار سال یا 100,000 سال یا مثل عادی. تا اینکه خوب میگن مثال مسئله رو روشن میکند. در شب زمستانی در روز 8 ساعت 9 ساعتی که شما خواب میروید، سالم هم هستید، خاطر جمع هم هستید، مهنت زحمت هم کشیدگی هستید، خسته هم هستید، حالا سر در بالین ماندید نماندید، خوابتون میبرد، تمام. 9 ساعت این شب میگذرد، شما چشم میپوشید چشم میکشید، تمام. اگر خوبی ببینید ماشاءالله. شما در خواب حس کردید که 1 ساعت خواب رفتم، 2 ساعت خواب رفتم، میشمرید خوبی رفته‌تون رو شمریده میتوانید که 2 ساعت 5 ساعت خواب رفتم، 7 ساعت خواب رفتم، 8 ساعت خواب رفتم، 9 ساعت خواب رفتم. نه، چشم میپوشید چشم میکشید، تمام. یا بیدارتون میکنه بخیر نماز قضا میشود. حس کردید؟ نه، همین است قبر. حتی پیامبر علیه السلام مرگ به چیز، به خواب و زنده شدن بعد از مرگ رو از خواب بیدار شدن تشبیه میدهند. میگن که والله لا تموتن کما تنامون ولا تبعثن کما تستيقظون ولا تحاسبن کما و انها الجنه ابدا او النار ابدا. سوگند به پروردگار، همچنانی که خواب میروید میمیرید، همچنانی که از خواب بیدار میشوید باز دوباره زنده کنانیده میشوید. تمام عملهای انجام داده اتون رو حساب میدهید. در نتیجه چی؟ یا جنت ابدی اگر ایمان و عمل صالح و نیکی ها باشد. حالا من گفتم فرصت خوبی هست، اجر و پاداش عظیمی دارد. این آفت طبیعی که در شهر کلوب یا هر منطقه تاجیکستان که امکانیت دارید، نه ویزا و نه سفر و نه خرج و صرف زیادتی، با اندک خرجی
اجر و پاداش از این به دست میارید، میروید اونجا عبادکاری، مهنت و زحمت. این همه کارهای سبیل الله در راه خدا انجام داده شما برای شما چی می شود؟ جنت می شود، قصرهای در جنت می شود. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. پروردگار همه عملهای شما رو برمیگردن و پروردگار شاهد است برای همه عملهای شما و پیامبرش شاهد می شود برای عملهای نیکی انجام داده شما و مؤمنین، مسلمان ها، انسان ها شاهدی می دهند که این انسانی نکوکار بود. و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده. پس برمیگردید به اون دنیای چیز، حیاتی برزخ روز قیامت در بین همه مردم. فیونکم بما کنتم تعملون. پس پروردگار برای شما تنبیه، یعنی اون داده شما رو پیش رویتون میارد، میگوید این عملهای انجام داده تا نمین است. سلام علیکم. علیکم السلام. اولا مرحمت سلام. که نقش جوان در اوله چیست؟ نقش جوان در اوله. سلام بشه، دیگر سوال نیست؟ نه دیگر سوال ندارم. بخیر برکتیت. سلام بشه. نقش اوله در جوان. حالا قبل از این سوال رو بگویم، خداوند عزوجل حالا گفتم که این آفت‌های طبیعی هر گوشه و کنار تاجیکستان وقتی که میشد، جوانای عزیز شما نیرو دارید، قوت دارید، توانمند هستید، بروید کار کنید. قسم به پروردگار، قسم خوردن خوب نیست. برای شما سعادت میارد، کامیابی میارد، سعادت دنیا و آخرت رو جلب میکند. حالا ببینید پروردگار آشکار روشن میگوید: استعیذ بالله و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. صدق الله العظیم. میگه شما در کارهای خیر دست جمعانه همکاری کنید. و تعاونوا علی البر والتقوى، دست جمعانه در کارهای خیر شریک شوید، در کارهای خیر شریک باشید، دست جمعانه انجام بدید کارهای خیر، چه آفتی طبیعی باشد، چه در محله یک بیچاره بی‌وزن بی‌نوای یتیم معیوب شریک چند نفر کمک کنید. الو سلام علیکم. با خاطر چی؟ علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جمله محترم التماس میگفتید که جوانان چگونه میتوانند موفق شوند؟ سلامت باشید. نقش آنها در اصلاح جامعه در چی؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ دیگر سوال نیست؟ حالا میگید چرا میگید که شما در کارهای خیر دست جمعانه؟ به خاطر که فردا روز قیامت حالا 10 نفر، 15 نفر، 100 نفر، 1000 نفری که در یک کار خیر، در کار خصوصا محل ها، عبادکاری که در محل ها می شود، عبادکاری که در محل می شود، اهل محل 1000 نفر، چند هزار نفر، همه فعال محل رو عباد میکنن، راه، باغ، یعنی مکتب، دیگر مسجد میروند عباد میکنن، تازه میکنن، از نو سازی میکنن، بهبودی میکنن، عبادکاری میکنن. این 1000 نفری که در این کاری خیر شریک بودن، کاری انجام دادن، یا 5 نفر یا 1000 نفر، فردا روز قیامت میگه پروردگارا من این کار خیر رو انجام دادم، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی ها با من بدن، یک نام میگیرد. این نجات، یعنی قصدش یا مقصدش نجات اون دیگران شریکان نیست، مقصدش نجات خودش هست و اون انسان ها رو شاهد میگیرد که پروردگار رو من نیکی ها انجام داده بدم، فلانی ها شاهد هستن. حالا در کار خیر وقتی که شاهدت میگیرن برایت افتخار است در روز قیامت و در همین دنیا در کار خیری که شریک شدید، شریکای کار خیر رو دیدید، میگید الحمدلله کار خیر، کار نیکی انجام دادید. یکی اون نوفت زده هایی که دیگر خانه و در و دیگر پوری لایلقه و یکی کار نشایم، وقتی که کمک میکنید پروردگار این رو قدر میکند. ببینید پروردگار چی میگوید؟ استعیذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هیچ وقت نیکی احسان رو کم مشمارید. 1 سومون است، 10 سومون است، 50 سومون است، هر چقدر باشد موافق امکانیت
مهم اساس فعال بودن است، بی‌طرف بودن نیست. مهم اساس فعال بودن است، بی‌طرف تماشابین بودن نیست. حتمی باید که فعال باشید، حتمی باید که چیکار کنید؟ در کاری خیر شریک شوید. برای همین باید که انسان مسلمان فعال باید باشد. و میگه در سعی بیل قرآن میگوید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. و علیکم السلام. استاد علی آیا برای جوانان ورزش علم آموزی مهمه یا اینکه ورزش مهمه حضرت؟ سلامت باشید. خیر دیگه سوال نیست؟ نه در حال سوال. موفق باشید. سلامت باشید. مبادا فراموش نشود ورزش برای همه انسان مهم است، لیکن معنی را نداره که همه حیاتش رو با ورزش صرف کند. نه، ورزش برای همه. ورزش صدها نمود دارد. حالا قدم زدن ورزش است، لیکن نشستن با طرز معین یک چیز بدن رو گردش خون رو تیز کنونیدن، تیزونیدن گردش خون با دویدن است، با نشسته خیستن است، با راه رفتن است، با کدومی که نباشه. در تمام سن سال ورزش مهم است. حالا ببینید پیامبر علیه السلام 3 ورزش سنتی عبادتی داریم در اسلام ما. یکی شناوری آبوزی، دیگر از سواری که سلامتی رو برقرار میکند. حالا اونایی که بغمدر دارن، نمیدونم که ستون مهره، بیماری ستون مهره دارن، دیگر همه همین است. از خوردن و نشستن و خواب رفتن است. خدا نشان ندهد به هیچ کس سخت نرسد. باید که انسان یک مهنت زحمت، یک حرکتی داشته باشد. این یک برای جوانان هم ورزش مهم است، ساعت دقیقه‌های محدود، و مهم است برایشان علم آموزی خیلی مهم است. علم بآموزن. جوانای عزیز، یک واقعیت من به شما بگویم، خصوصا خطاب به جوانان، تا همین 30 سالگی هر چقدر میتوانید علم بآموزید. خدا شاهد است. شما رو زوره میکنن اگر علم آموزید، متخصصی ورزیده این ساحه شدید، شما رو زوره میکنن که در کارخانه من، در شرکت من، در وزارت من، در اداره من کار کن. زورهتون میکنن. هیچ وقت بیهوده نمیمونید، پسی در نمیمونید. مادامی که علم آموزید، از خود میکنید، از بر میکنید، خود رو میسازید. حالا میگه چیز؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا اون کسی که ایمان آورده اید، پرهیزگاری رو پیشه کنید و عملها انجام بدهید برای فرداتون. جوان اگر میخواهد در پیری خور نشود، باید که از جوانی فکری پیری رو کند. انسان دوراندیش کی هست؟ و دوراندیش ترین انسان کی هست؟ دوراندیش همونی است که از جوانی فکری پیری رو میکند و برای پیری خور نشدن از جوانی علمی آموزد. اولیدار شد فرزندان تربیه میکند، فرزندان رو تربیه کرد، بالای چشم دیده فرزندان در پیری زندگی میکند. تمام. دوراندیشترین انسان که زیری خوب فکری زیری خوب. برای همین مهربانترین و کمیابترین پدر و مادر انامونی هستی. دویم تاکید میکنه که بچم، بچم دنیا و گور قیامت فراموش نکن. فکری کو گور قیامت بکن، دنیا و آخرت فکر کن. آن همون پدر کامیاب و موفق است. دویم در گوش فرزند دو بچم وقتی خواندنت است، نه وقتی خورفتنت است، رفتی وقتی بازی کردنت است، وقتی زدن. یا بعضی یعنی نه همه مادر، بلکه متاسفانه بعضی از مادر رو اگه پدر میگه که بچم بخون، ایمانش بیچاره کم وقتی بازی کنیش ایمان بزنه، بگیرد، بخرد، بگردد، یا هم کس هم زد یا هم کس دشنام داد، خیلی یا خیر تمام. بعد دستی خودش فرزندی خودش رو جهنمی میکند.
نعوذ بالله. بعضی از مادرها. چرا به بعضی مادرها من تنبیه یا که مثال تاکید میکنم؟ به خاطری که اکثریت وقت پدر بیرون از خانه است، کار است، فعالیت است، دیگر است، سفرها هست، لیکن مادر همیشه در پهلوی فرزندش هست و باید مادر تاکید کند. از این بدترش هم هست. بعضی مادرای هستند که فرزندان رو دشمنی پدر میکنن، فکر میکنن که حالا دیگر اکن برد کردن، هم خودش رو و هم فرزندانش رو بدبخت میکنن. یا همون مادرایی که یا پدرایی که فرزند رو دشمنی مادرش میکنه، فکر میکنه که کامیاب شده کن، تمام. نه، هم خودش و هم همسرش و هم فرزندانش رو بدبخت میکنه. لبه. الو، السلام علیکم حضرت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت مفتی یک سوال داشتیم. او مرحمت. همین جوانان چی گونه میتوانند که راهبر خوب شوند؟ چی سلامت باشی، خدا خیر برکت. سلام باشی. جوانان چطور میتوانند که خود رو بسازند؟ اول وقتی خود رو نمیسازند از کجا راهبری کرده میتوانند؟ صبر داشته باشند، مهنت زحمت بکشند، علم از خود کنند، تجربه آموزی کنند، درس سبق بگیرن، از خوب هم درس بگیرن، از بد هم درس بگیرن. میگن که نیک رو گفتن، با ادب رو گفتن که این ادب رو از کی آموختی؟ گو از بی ادب. گفتن چگونه از بی ادب آموخته می شود؟ گفت دیدم هر کاری که قبیح میکنن بی ادب نکردم، شدم با ادب. خود رو بسازند، خود سازی کنند. اولی صحبت من گفتم پروردگار میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انسان باید خود رو بسازد اول، بعد دیگران رو ساخته میتواند. ساختن خود یعنی علم میآموزد، صبر، با تحمل، با مهنت، با زحمت و توکل به پروردگار. توکل به پروردگار، مهنت و زحمت و علم و مشقت و ریاضت و این همه میشود یک انسانی نیرومند، میشود یک انسان. حالا گفتم که خوشا به حال جوانی که نیروی جوانی، نیرومندی و توانمندی جوانی و تجربه پیری رو هر دو رو جمع میکند، کامیاب و موفق زندگی، هم در جوانی هم در پیری کامیاب و موفق میشد. انسانی کامیاب همونی هست که نه اینکه تنها خود رو فکر کند، فکری دیگران رو کند، فکری فرزندانی پدر، فرزندانی مادر، فکری برادران، فکری همسایه، عمک و عمک بچه، خاله و خاله بچه، اهل دیها، فکری وطن و هموطن و هم خدمت. و حالا اونایی که در خدمت هستند، جوانانی که در خدمت هستند، متاسفانه گوه میشنم باور کنید چنون غم فرویم میگیرد که نمیدونم چیکار کنم. میشنوم که بعضیش حالا پیشرفتگیش بعد اومدگیش رو میزند. و با این کار چیکار میکنی تو؟ دنیا و حیاتت رو میسوزونی. وقتی که ظلم میکنی به یک او خدمت مادر، خدمت وطن رفتگی است، مسلمان هست، جوانی مسلمان هست، بی تجربه هست. اون بی تجربه رو با جایی که دستگیری کنید، دلبرداری کنید، بگید برادر اینجا جای این مکانی جوان مردان و جسوران و با غیرتان و با ننگ و آر و ناموس این است. با ننگ باش، با آر باش، با ناموس باش. میانت رو سخت مستحکم بگیر، خدمت کن با افتخارنامه و با نشانهای فخری و با رتبه های عالی، افتخار مادرت برو. با جای این حلالت کوب میکنن، فکر میکنن که کاری خوبی کردگی هستن. قسم به پروردگار حیات خود رو میسوزونن، خود رو بدبخت میکنن. وقتی که انسان نیکی میکند فکر میکند که با فلانی نیکی کردم. نه، با خودت نیکی کردی. یا ظلم و ستم میکند فکر میکند که به فلانی ظلم و ستم کردی. نه، به خودت ظلم و ستم کردی. این ظلم و ستمت به خودت میگردد، این نیکیت به خودت میگردد. هر چی کردی، نیک کردی، بد کردی، به خودت برمیگردد. جوانای عزیز، خصوصا اونایی که حالا خدمت میروند با هدف عالی، با مقصد عالی که من هموطنی خود، هم خدمتی خود، من در خدمت حربی عسکری صدها هزارها یار و دوست برای خود پیدا میکنم. مبادا اگر کسی رو هم ظلم کرد نمیگذارم ظلم کند، منش میکنم از ظلم کردن.
با این نیت نیک و قلب صاف و پاک وقتی که خدمت عسکری برود با رتبه های عالی و افتخارنامه ها و سربلندی و با عزت و سبب افتخار پدر و مادر، افتخار ملت و دولت و پیشوای ملت به خانه اش برمیگردد. برای همین دوراندیش باشیم برادر جوانای عزیز، کوتاه‌اندیش نباشیم. حالا من اون نفرایی را که گفتم که دانشجو هستند با 10 نفر 100 نفر با گفته خود که عشق ورزی میکنن، نه، این وسوسه شیطان است. چند نفر را حرام میکنند، زندگیش را حرام به برکت میکند. هیچ چیزی نیست که به انسان بر نگردد، همه چیز به انسان بر میگردد. برای همین گفتم که وقتی که انسان نیکی میکند، نیکیش به خودش بر میگردد. وقتی که انسان بدی میکند، چی جوان چی پیر چی مرد چی زن به خودش بر میگردد. برای همین از پدر و مادرای محترم احترامانه خواهش میکنم که فرزندان را در سن سالی تربیت کنید. در سن سالی تربیت کنید. در ذهن و روح و روانشون مقصدهای عالی ایجاد کنید که فرزندم، بچم، دخترم، تو باید چنین و چنان و چنان و چنان و چنان باید باشی تا اینکه اون کامیاب شود. از تجربه یکی از در زندگی بدبخت من بگویم، از اونه که شنیدم. شوهر میکند، خب دیگر خانه بی تربیه، فسق فجور، میرود خانه شوهرش، 15 نفر از عقیبش الو یعنی ودر دیگر. شوهرش میگه چنون نوازیش میکردم، چنون دوستداری میکردم، چنون اظهار محبت میکردم، میبرامدم، میبوسیدم، میدرامدم، میبوسیدم، آغوش میگرفتم که زندگیم خوب، خونم جنت و زندگی راحت ببینم. یک وقت میبینم که یا 15 نفر قطعی هیاهوی دارد تلفنی. بعد میگه خب کار تا جایی که با مادرش رسید. مادرش گفته است، بعد با مادرش گفته است خودت هم تری میکردی که دخترت خیلی است. گفته است نه، من خودم غری نمیکردم، لیکن میگفتم که فلانی و فلانی فلانی مرده بود برای من، عقب میدوید نمیچکو. و وقتی که دختر تبوگی فلانی مرده بود برای من، از پشت من میدوید، من چنین غر بودم. دخترت غر نمیشود، اون خونه رو میرود آباد میکند، اون خونه رو جهنم میکند. مادرای عزیز، پدرای عزیز، فرزندان رو تربیت کنید، جوانان رو تربیت کنید، جوانان رو بدبخت نکنید، فرزندان رو بدبخت نکنید. همون دختری که شوهر میکند میرود در خانه شوهرش، رول همون اوچش بازی میکند، رول اوچش میرود در خانه شوهرش بازی میکند. رو تربیت کنید. کی فایده میبیند؟ نه خودت فایده دیده، این خانه خودت جهنم، خانه دخترت جهنم، حیات خودت جهنم دوزخ، حیات دخترت دوزخ جهنم. کجاست این عقل فراست مسلمانی؟ حالا مسلمان نیستی و انسان هستی کو فراست انسانی. برای این بدبخت نکنیم فرزندان رو. حالا جوانی میگه که جوانا برای نجات یافتن از چیز، از تنبلی، چیکار کنن که تنبل نشوند؟ پیامبر علیه السلام میگن که چیز؟ نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس والصحة والفراغ. میگه دو نعمتی هست که بسیاری ها غافل هستند، یکی سلامتی و دیگری چیز؟ وقت. حتی ببینید سوره والعصر، امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که از قرآن فقط سوره والعصر نازل میشد کفایت کننده بود. ولی میگه چیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
سوگند به وقت، عصر، حیات انسان. حالا بعضی از مفسرین عصر، نماز عصر در نظر است میگویند، لیکن حالا ببینید درباره انسان گپ میزنه، درباره عمر انسان، که هر انسان عبارت از عمر چند سال است، 60 سال، 70 سال، 100 سال یا کم یا زیاد. هر انسانی عبارت از چند سال است. برای همین به عصر. حالا میگه پروردگار سوگند میخورد که عصرهای گذشته ببینید فرعون چیکار کرد، چی دید؟ موسی چیکار کرد، چی دید؟ ابراهیم علیه السلام چیکار کرد، چی دید؟ نمرود چی ظلم و ستم و دعوای خدایی کرد، چی دید؟ چنگیز ظلم و ستم کرد، چی دید؟ تیمورملک در مقابل چنگیز چه قهرمانی های نشان داد، از او چی نام ماند؟ اسماعیل سامانی امیر عادل چی کار کرد و چی دید؟ یا دیگر امیرای ظالمی که ظلم کردند و چی قدر قتل رسانیدند و ظلم و ستم کردند به مردم، چی دیدند؟ والعصر. حتی میگوید همزمان خود فلانی چی کار کرد، چی دید؟ فلانی چی کار کرد، چی دید؟ والعصر. اونی که کامیاب شد چی کار کرد که کامیاب شد؟ اونی که ناکام شد چی کار کرد که ناکام شد؟ این همه رو و این همه پروردگار سوگند میخورد که ببین، چشم بگشا ببین، این الانسان لفی خسر. همه اونایی که بد کردن در زیان هستند، بد کردن در زیان بودن و در زیان موندن و از اونو نام و نشانی بد موند، مثل اونو نباش. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مگر در زیان و خسران و ضرر نیستن اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. باز به این هم کامیاب نمیشود انسان که فقط تنها خودش ایمان و عمل صالح انجام بدهد خودش کامیاب شود، نیست. حتی در تاریخ ما داریم که قومی رو فرض کردیم 150,000 سال، 100,000 سال، یعنی قوم زیاده از 100,000، 50,000 نفر پروردگار عقاب و عذاب کرد و در بین اینا چندین هزارها انسان‌های صالح بدند اما مصلح نبودند، برای کامیابی دیگران تلاش نکردند، اونا هم در قطار اونا هلاک شدند و رفتند. ایمان عمل صالح انسان رو نجات نمیدهد. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. توصیه به سوی حق، توصیه به سوی کامیابی، نصیحت به سوی راهنمایی به سوی کامیابی و سعادت دنیا و آخرت، و توصیه به سوی صبر. تمام کامیابی در نتیجه صبر به وجود می آید. پس می شود انسان یا مسلمانی کاملی، موفقی، سعادتمندی دنیا و آخرت. ایمان، عمل صالح، توصیه به سوی یعنی راهنمایی مصلح بودن، راهنمایی کردن به سوی سعادت و به سوی هدایت الهی و به سوی کامیابی دنیا و آخرت و به سوی صبر. بچه هم صبر کن همش خوب می شود. بسیاری اویلوهایی که پاش میخورن از بی صبری، مثل اینکه آسمان در زمین چسبیده است، و صبر که بچه هم کم ترک خوب میشود. همون خشتامنی که زیاد غمت میتد، خب دیگه چند روز پس میمرد، خودت میشه این کلونی خونه، زندگی میرود پیش. 10 سال صبر کن، 60 سال، 70 سال، 80 سال دیگر زندگی آسوده ببین، میشه کامیاب. بعضی سوال ها به جواب موندن، وقت تمام شد و انشالله در برنامه آینده انشالله این سوال های به جواب رو حتمی ما جواب میده، مادامی که پروردگار عمر داده باشد و مهلت امکانیت داشته باشد. خدا خیر برکت جهادتون بده. جوانای عزیز، خود رو بسازید، خود رو بسازید، خود رو نسوزید، با هر کارهای تباه و معصیت گناه و فسق و فجور خود رو نسوزید، خود رو برباد ندهید. وقتی که می سازید خود رو، خدا ترسی، پرهیزگاری، مهنت، زحمت، علم آموزید. علم نور است، در دنیا و آخرت شما رو کامیاب و موفق میکند.
نیکی و نکوکاری دنیا و آخرتتون رو آباد میکنه. میخواهید سعادت دنیا و آخرت، همیشه نیکی کنید، همیشه نیتی نیک داشته باشید، قلبی صاف و پاک داشته باشید و همیشه تلاش کنید به کار. صبح که خیستید پروردگار رو امروزم رو با برکت کن. اللهم انا نعوذ بک من العجز والکسل. پروردگار ما رو از ناتوانی و از تنبلی نجات بده. جوان باید این دور دایم هر صبح باید بگوید اللهم انا نعوذ بک من العجز والکسل، از عاجزی، ناتوانی، از تنبلی، از غافلی. پروردگار ما رو نجات بده و کامیاب و موفق کن. در نتیجه میشوید کامیاب و موفق. با این همه آرزویی که و هر یکی شما جوانای عزیز، بینندگان عزیز از جوانان، روزی ما خصوصا پدر و مادر شما، ملت دولت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمون و همه به هر یکی شما افتخار کند، این برنامه رو جنبست میکنم و از خداوند عزوجل برای هر یکی شما و خصوصا به پیشوای ملت که شب و روز برای آرامی و آبادی و پیشروی این کشور مهنت و زحمت میکشند، از خداوند عزوجل کامیابی ها و سعادتمندی ها و توفیق هدایت، عزت و سعادت با دعا تمنا میکنم تا برنامه‌های دیگر در پناه پروردگاری قادر و توانایی مطلقی دائم و ابد باشید. سلامت باشید.